من گفتم شروع بکنیم مثنوی رو از اولش شروع کنیم، بعد مثلا کم کمک میتونیم همین شکلی پیش بریم اساسه، یا یه قسمتایی از یه جایی مثلا من پیشنهاد میدم خورد خورد مثلا یه گزیده‌ای ازشون میخونیم، یعنی قرار نیست بشینیم از اول تا آخر مثنوی بخونیم. و علاوه ای که ما فکر کردم یه سری متنای مرتبط هم که مثلا یه وقتایی پیدا میکنم بیاریم مثلا بخونیم، مثلا همش هم مثنوی شاید نمیشه، یه بار مثلا شاید فیه مافید باشه، یه بار مثلا شاید عطار اصلا بخونیم اگه مرتبط باشه، یه بار شاید فیلم ببینیم مثلا که مرتبطه با قصه مثنوی. این شد که تصمیم گرفتیم که شروع کنیم امروز اولین جلسه مثنوی باشه. و من فکر کردم که اول یه قصه از زندگی مولانا بگم. بله. آره، ولی قبلش دوست دارم هر کدوم بشنوم اگه هر چیزی کوتاه میدونین مثنوی یا تا حالا خوندین نخوندین برخورد کردین، دوست داشتیم بخونین نشده، دوست نداشتیم بخونین ولی الان مجبور. خیلی ساله که دوست دارم بخونم و نمیشه و اینجوریه که بچگی خب همه شنیدیم و اینا، بعد هیچ وقت ارتباط مشخصی باش نتونستم بگیرم، مثلا خیلی نتونستم بفهمم و جذاب نشده خیلی برام. آره. ولی وقتی که از فضای انگلیسی زبان وارد عرفان شدم همش هم با خودم میگم، هم خیلی وقتا پیش میاد مثلا یه خارجی میگه شما فارسی بلدید، یه نعمت بزرگی که میتونید اینا رو بخونید، ما آرزومون میتونستیم فارسی بلد باشیم. من همش این کمبود رو خودم میبینم که این فضا رو از اون طرف از انگلیسیشو خیلی دارم ولی از فارسیشو اصلا ندارم و خیلی کمبودش همیشه اخیراً خیلی زیاد هست. مشاهده‌ای که این تازگی‌ها به ادبیات کردم اینه که انگار ادب دیگه، ادبیات یعنی داره آداب رو داره بهش اشاره میکنه و این همون چیزی که بهش میگیم سبک زندگی و رسم زندگی و این آداب زیستن و مشارکت و تعاملات و همه اینها رو عملاً ما گنجینه زیستیمون همینه هاست که میتونیم از توش خرد باستان رو بازیابی کنیم و بفهمیم مثلا خب اون جانش چی شده، به کجا رسیدن، جان کلام چی بوده بالاخره پیدا کرد. واقعا میشه گفت که جز ارزنده ترین بازیایی که میتونیم داشته باشیم همینجوری ادبیات ادبخوانی. من یه چیز کوچولو اضافه کنم، این که گفتم نتونستم ارتباط بگیرم بیشتر برای این بود که خیلی تو لایه‌های پنهانه. آره، بعد من مثلا اون که انگلیسیشو میگم سریع، اون خیلی رک پرت میکنه تو صورتت مطالب. بعد همیشه وقتی مثلا یه نفر میشسته برای مولانا میخونه و اینا و میگفته مثلا یه بیت میخونه بعد کلی راجع به تک تک کلمه‌هاش و پیشینه‌ش و این چیزا میگه، بعد خیلی واقعا برام جذاب میشه و ولی تنهایی که میشه واقعا نمیفهمم، مثلا هیچی نمیفهمم. بعد همیشه حس می‌کنم یه تسهیلگری که اینجوری بخواد همه چیشو بگه خیلی لازمه. فهم جمعی خیلی وقتا کمک کننده است، خیلی وقتا هم نیست. خب محمد آقا چی بگم؟ هر چی دوست داری بگو. مثنوی. من یاد پدر مادر محمد میاد. چون که محمد بزرگ شده. بله. ولی چی ازش بلد نیست. بزرگ شده معمولا این معنی رو داره. چیز نکردی بگی ای وای دوباره مثنوی من الان اینجا من خونه زیاد اینجوری شده. اینجا چی؟ مامانم شو خفت میکنه آدم. پایان نداره، همینطور پشت سرم بیته که داره سرریز میکنه. از یکی هم واسه خود مولانا و صدایی معانیه. دقیقا. برای من که خیلی باحاله. نگفتی اینجا اینجوری شدی یا نه؟ نه آخه برای اینکه الان بر مدرسه مدتی شروع کردیم برای اینکه ببینیم چی توی ایران داریم. درست شروع کردیم. نه اون همین خودش. بعد تو حوزه ادبیات هم همین سراغ مولانا رفتیم.
یه 2-3 ماه پیشم رفتیم بخریم دست دوشو پیدا نکردیم موندش. بعد الان جالب مصنوی معنوی رو دست دوش خوش قیمت هستش، نوش گرونه. ولی کریم زمانی خیلی کمک میکنه چون معنی لغات رو نوشته. من فکر کنم کریم زمانی رو دارم. اون خیلی کمک میکنه. دیوارم هست محمد جان، از 300-400 تومان پیدا میشه. توی انقلاب 6 جلدیشو 1 و خورده میشه خرید دست دو. میخوای اینو ببری؟ مدتاس اینجاست. بیا چند بشه؟ دفتر 4م. دفتر 4. دوم او مای گاد. اوه سریش اینجا هست. 3 4 5 خب همین 6 اینجا باشه که با اینا بشه خورد. منم که خیلی خوشحال شدم چون راستشو بخوای خیلی عمیق و درونی. خیلی ما ممنونم از- که راستش با ما در میون میزنیم. آره از تقریبا پارسال که ما کتابخونه بابا رو داریم هی فهرست میکنیم و کارتون میکنیم و این داستانا. به مثنوی هم خوردیم، به عطار هم خوردیم، به یه سری کتابای معنوی که بابا میخونده احتمالا. آره. بعد ستاره که یه سری رو هی میدونست چی میخواد، من اینو ممنون با من من شو میخوام ولی جا ندارم اینو. یعنی از بابا از جنس ولع این که یه چیزی گنجینه‌ای دور برامون بوده ولی مثلا بیشتر از بابا میشنیدم تا اینکه خودم برم سراغش. خیلی قشنگ بود اینکه گفتیم مثنوی. مثلا عطارم برام مثلا عطار شروع شد برام، تقریبا خودم جا گهگداری میرم سراغش ولی مثنوی رو شروعش نکرده بودم. جستگو خود مولانا هم عطار زیاد میخونده. عطار ما واسه یه سفر خراسان که پارسال رفتیم با خواهرم اینا خیلی هم عطار گوش دادیم، از عطار خیلی حرف شد و مثلا یه کتاب عطار الان دستم گرفتم، عطار رو دارم میخونم که خب میخورن دیگه. آره هم. عمل کردم. زنده باد. زنده باد. شما که آوردیش تو جمع، من تو خفا خوندم میشه. عادت بعد این عادته که تو جمع بیاریش رو بیاره به خودم میاد. انشالله این اخلاقای خفاخونی رو کنار بذاریم. فشافویه من بودم آمیدونست. سه تا شبانه روز من تو فشافویه سفری. چیکار کردی اونجا؟ زندان بودم. میدونم. فشافویه؟ هیچی نشستیم زندانی حبس کشیدیم بودیم نشستیم خیلی عارفانه. حبسمون رو کشیدیم و فشافویه چیکار کرده بودی؟ رقص بله اومدن تو کلاس تو مسابقه رقص گرفتن بردن گفتن نرقص بشین بشین حبس تو هرچی رفتی بسته دیگر رو آره بشین خسته میشی. باز خود 3 روز سرتش همون نه با وثیقه دیگه وگرنه که دادگاهمون 1 سال بعد برگزار شد. دادگاه چی شد دستش؟ دادگاه 2 ماه برامون بریدن با 2 میلیون تومان خریداری شد. چه مفت؟ نه اون 2 میلیون تومان اون موقع. آره اصلا 98 بود. دادگاه 99 بود، اتفاق 98 بود. بازم چیزی نبوده. خوبه ماهی بترسن تو بگو ماهی 10 میلیون تومان بدی بخری که ما چیز دیگه. خودش البته دیگه چی بهتر از این. خب با تو چی سارا؟ من یادمه که مثلا پسر خالم اومد گفتش که آره من یه سری از کلاس محمد جعفر محجوب رفتم تو برکلی یه سری کتاب کلاس گذاشته بعد یه سری کلاس گذاشته بود گفتش آره من اینا رو ضبطش کردم نه با کاستش هست کاستش رو به ما داد 14 تا کاست تو این 14 تا کاست از 3 بیت بیشتر نرفت باور کن 14 تا کاست 1 ساعت و نیم فکر کن هر کدومش میشه چی؟ میشه مثلا 7 تا و 14 تا 21 ساعت
یعنی راجع به هر بیت 7 ساعت او میزد میام برمیگشت. آره مدلش همینه. آره بعد برمیگشت فلان، بعد مثلا تازه نیمه اول مصرع دوم مثلا چیز بود، پیر چنگی. فقط هم پیر چنگی رو مثلا یه 21 ساعت در موردش صحبت کرد. کی؟ پیر چنگی، نه داستان این کسی پیر که قصه رو محجوب، محمد جعفر محجوب احتمالاً میشناسید، معروف از مولوی شناساست، از شاگردای بدیعالزمان فروزانفره و جالب بود. خیلی خیلی شیرین هم صحبت میکنه، منتها دیگه خیلی مهم نیست معنی و خوندنشی. ولی جمع‌خوانیش خیلی خوبه، یعنی هم شاخه زدنه این آره. همین دیلماچین میشه، چون بسترش هم خیلی غنیه همینجوری. ولی خب کسی که بلد باشه کمک کننده هستش دیگه، بتون لغاتو بگه بس طرف وارد باشه. یه حوصله و علاقه هم میخواد که مثلا همیشه آدم چیزشو نداره، تابشو نداره. مثلا همینطوری این هر کتابی نیست که یه سری کتابی که همیشه نمیتونی بری سراغش بازش کنی، یه وقتی داره، مثلا ممکن چند سال بمونه مثلا نتونی ادامه بدی بعد دوباره بری سراغش. همینطوری نمیشه مثلا. درست. شما قربانی؟ من تعجب کردم تو گفتی با تست به این نتیجه رسیدیم چون پیشنهاد خودت بود. من فقط تایید کردم که خیلی پیشنهاد خوبه. آره پیشنهاد من بود ولی بعد ذاتش از خودت برآمد و خیلی خیلی پیشنهاد خوبی بود. یعنی انقدر من همه جانبه دریافتم این پیشنهادو که مثلا با سر به نظرم اومد که خوبه که این کار اتفاق بیفته، چون به قول امین هم توش از یه گنجینه‌ای که حالا هممون هم حسش میکنیم، هم نگران از دست رفتنشیم گاهی، هم مثلا میخوایم که باهاش مرتبط بمونیم، برخوردار آداب زندگی، آداب بودن کنار هم و حالا هزاران چیز دیگه که حتما تو طول این مسیر توجهمون رو به خودش میاره. بعد اینکه اینقدر لایه لایه است و خیلی مستقیم نمیاد تو رومون یه چیزی رو بکوبه و به قول معروف جنبه های دیگر رو نبینه. این همون شیوه این که بزرگانه بزرگوارانه در واقع آدم رو ادب میکنه، این خیلی قشنگه. یه چیز دیگه هم که حالا به خودت گفتم به بچه‌ام هم میگم اینه که مثلا به نظر میاد که یکی از زیباترین راه‌های در واقع انسان بودن دیگه، همون بچه تمایزه، حالا ما با چیزای دیگه که خیلی هم بهش شاید الان دیگه چیزی نداریم، ولی خب کلامه و یه کلام زیبایی که تو دلش هم خرد هست، هم زندگی هست، هم زیبایی هست. نظر من یه چیز تکمیله، خیلی روحمون رو تغذیه میکنه، جسممون رو تغذیه میکنه. یه خبر خوبم این که فیلمش از 29 فروردین با 2 پاف معروف شهاب حسینی و پارسا پیروز بر اکران میشه. پاف یکی شمس یکی مولا، یکی شمس یکی پاف معروف بعد 5 سال داره شده بود، یعنی همونه. مال حسن کیه؟ فتی ساخته. خوبه حسن فتی حسن خاله خوبه. شهاب حسینی هم خوبه. آره یادم مثل که از بچگی شروع میکنه و مثلا بچگی مولانا رو روایت میکنه تا داستانشونه. آره. کدومشون شمسه؟ یه مدل هم ترکا ساختن که خیلی پارسا پرسرسه پیروز داره. خوشگل. نه خب اون نفوذ چشم داره دیگه. آره خوشگله دیگه. ولی شمس بد اخلاقه، اینا هیچ کدوم بد اخلاق نیستن. نمی تو چرا پارسا درش بد اخلاقی رو میتونه داشته باشه. ما تو ذاتمون بد اخلاقی داریم، هر حال میتونیم. بله. ما چه سبز مولا سبز نیست، یه رنگ دیگه است، چیزیه. سبزاویه بکنه.
خب از چشم پارسا پریسفر بیایم بیرون. در چشم بار از چشش بیافتیم بیرون. از چشش نیفتیم. خب بعد یه چی دیگه هم ما بگم اول که بگو. مثلا حالا نمیدونم چطوری پیش میره جلسه بعد، ولی ما آغاز کننده خواهم بود، یعنی یه چیزی میارم و روش صحبت میکنیم، ولی هممون قراره یه چیزی وسط بذاریم، یعنی ما در اون جایگاه نیستم که مثلا بخونیم و تفسیر کنیم اینا. فقط من یه چیزی میارم آغاز میکنم، اون چیزایی هم که مثلا بلدم میگم، هر کی یه چیزی چه خوبه که اگه اضافه بکنه، مثلا یه هم افزایی و کم افزایی انشالله رخ نده، هم افزایی رخ بده و مثلا هر کی یه چیزی بگیره دیگه، چون واقعا مثلا این 70-80 سال تجربه میخواد و کلی مطالعه میخواد که قشنگ آدم همه زوایاشو ببینه و دیگه هر کسی از ذهن خودش احتمالاً یارش حالا خودش اونم دیگه. داریم که تفسیر داریم. آره مثلا میتونیم خیلی این خوبه. نگاهی هم رو داشته باشیم. بعد راجع به زمان جلسات فکر کردیم 1 ساعت بشه احتمالاً. الان من زمان گرفتم که احتمالاً از این 1 ساعت تجاوز نکنیم، حالا شاید کمی بیشتری کمتر بشه، ولی 1 ساعت رو کنم مناسب باشه که حوصله اونم سر نره و قبل نهار دیگه مثلا در میاریم دیگه، حالا زمانش کی بشه. ببین دیلماجینگ رو ببینیم کی میشه. اگه حرکت هم تو دلش باشه عملا از مثلا 1 میتونیم شروع کنیم، مثلا 12 باشه یا استراحتی بکنیم یا الان کار دیگه نمیش باشه، میتونیم 1 شروع کنیم، نهار 2 بخوریم. نهار مثلا. 2 بخوریم، 2 بهتره چون بعد نهار سنگین. آره به نظرم قبل نهار جورش بود. مثل کلاسایی بود که بعد از اون مثلا 2 تا 4 کلاس داشتیم از سلف می اومدیم خونیم. حتی در حالا میتونیم باشه، میتونیم ساعت رو زودتر هم ببریم چون همینجوری آفتاب داره میره اون ور زودتر میشه. آره عملا وسط روز داریم شروع میکنیم. آره 9 یعنی مثلا همه 8 بیداریم ما. آره صبح زود بیزد بیدار من. میشیم. من صبح زود بیای عادت میکنم. استعفا بدم از اونجا عادت میکنم. از اونجا بیام هنوز بیرون. ندادیم اگه نه امروز تصمیم میرم. حالا دیگه الان نمیگم بعدش بزن. آره صحبت کنم. بریم رو معنوی. ما تو قصه هایی که خوندم از زندگی مولانا مثلا قصه زیاده دور و برش. الان فکر کنم پادکست هم خیلی زیاده، یعنی مثلا راحت یه سرچ کوچیک بکنیم 3-4-5 تا پادکست پیدا میشه که مثلا یکیش خرقه بود من یادم گوش میدادن که راجع به زندگیش و دیدارش با شمس و اینا قصه زیاده. یه همچین ماجرایی هم که مثلا همینطوری خودش شبیه افسانه است دیگه، ممکنه خیلی چیزای دیگه هم بعداً اضافه بشه. فکر میکنم نزدیکترین قصه‌ای که راجبش نوشتن افلاکی نوشته، اسم کتاب مناقب العارفینه، احمد افلاکی نوشته، مثلا ارادتمنده مولانا و خاندانش بوده، یه مقدار بعد مرگ مولانا نوشته، ولی همه چی قاطیش هست. یعنی مثلا اینایی که تحقیق میکنن و ارجاع میدن مثلا میگن افلاکی اینو گفته، ولی اینطوری نیست که بگن همینو دیگه هیچ نیست، چون خیلی چیزا اضافه شده، مثلا چون ارادت هم داشته ممکنه مثلا این چیزایی هم خودش اضافه کرده باشه، ولی مقدمه‌ای که ای داره مال فروزانفره، این مثلا باز قابل اطمینان تر و مثلا من قصه‌ای که میگم ارجاعش از رو مقدمه‌ای که یه رساله نوشته فروزانفر در مورد زندگیش، از اونه. میگن که 604 به دنیا میاد، تو بلخ به دنیا میاد، بعد زمان خوارزمشاهیان بوده، پادشاه نمیدونم محمد خوارزمشاه بوده شاید، و یکم قبل از حمله مغوله. بعد یه قصه ای راجع به کودکیش میگن، راجع به بچگیش میگن که مثلا یه چیزی شبیه مثلا شهود بوده یا یه اتفاق معنوی براش میفته که بچه ها سر پشت اون دارن بازی میکنن، بعد یه بومی میخوام بپرن بوم اون بره، بعد میگم مثلا کی جرأت داره بپره، یه فاصله مثلا زیادی بوده، بعد تو همین فاصله اینا این پسر میپره، گویا مولانا میپره، بعد که میپره او بر میاد زمین، مثلا رنگش زرد شده و حالش مثلا یه طوریه و بعد اینا هم مثلا همه حیرت کردن که تو چطور پریدی. بعد میگن که اون موقع مثلا اینو مثلا یه سیری دادن و
در واقع بعد که فرود اومده او بر فرود اومده. مثلا میگن این اولین اتفاقی بوده که تو زندگیش افتاده. بعدا هم برای پدرش تعریف کرده و مثلا اونم گفته که مثلا آره همچین چیزایی هست و حالا مثلا صداشو در نیار. این اولین اتفاقی که روایت میشه. حالا چه راست و دروغ مثلا هرچی هم که اینجا میشنویم میتونیم مثلا تحقیق هم بکنیم. بعد بزرگ میشه تا مثلا دوره نوجوانیش یه اختلافی داشتن. این پدرش اسمش بهاولد بوده، سلطان العلما بهش میگفتن. یه اختلافی داشتن با خوارزمشاهیان و مثلا پدرش اینطوری بوده که مثلا خیلی مثلا فلاسفه رو قبول نداشته و حکما رو مثلا رو منبر بر ضدشون میگفته. بعد اونم میترسیده دیگه، بالاخره قدرت داشته پدرش رو واعظ بوده و مثلا خیلی خوش نداشته که از این حرفو بزنه. بعد همزمان با حمله مغول 1 سال قبل اینکه مغول حمله کنن به روایتی بهاولد میگه پاشید بریم دیگه فایده نداره اینجا. دست زن و بچه رو میگیره و مثلا رسم هم بوده اون موقع که حج میرفتن، مثلا میخواستن هجرتی بکنن، مثلا یه سر حج میرفتن. بعد اینا حج که میرن سر راه نیشابور عطار رو میبینن که همون قصه معروف که عطار مولانا نوجوان رو میبینه و بهش میگه که به پدرش میگه ای پسر تو آتش در سوختگان عالم میزنه و یه نسخه از اسرارنامه‌اش رو بهش میده. اونم تو قالب مثنوی سروده شده. بعد پدرش هم میگه خیلی ممنون دست شما درد نکنه، میرن حج و بعد موقع برگشت دیگه همزمان میشه با این حمله مغولینا برنمیگردن و میرن سمت قونیه. اول هم قونیه نمیرن، یه جایی نزدیک قونیه مثلا سکنا میگزینن بعد میرن قونیه. اون موقع زمان سلجوقیان بوده مثل اینکه و پادشاهی هم که بوده اون زمان یه وزیری داشته معین الدین پروانه، اسم خیلی قشنگی هم داره. اون مثلا خیلی هواخواهه بعدا مولانا میشه و دیگه مثلا اونجا همه جوره چیز میکنن، تکریمشون میکنن و خیلی مثلا خوش میدارن حضورشونو. تو سریالش اینجوری نشون میده که مولانا توی قونیه است، سالهاست اونجاست، بعدش مغول حمله میکنه. یعنی با همین زیر روایت سریال مختلفه دیگه. نه ترکیهش آره مثلا چیز میکنن دیگه، مثلا یه مقدار سالا رو عقب جلو میگن. این مثلا چیزی که این میگه فکر کنم مثلا 617 میگه حمله مغوله، مثلا مولانا 604 تا 17 مثلا چند سالشه، 13 14 سالشه. اونجا که نشون میده مثلا 50 سال اینا داره مغول حمله میکنه. بعد دیگه تو قونیه که هستم پدرش 24 مولانا که 24 سالشه پدرش فوت میکنه. بعد یاران میگن که حضرت مولانا مثل اینکه مولانا هم موقعش نمیگفتن اصلا، بعد اصلا مرگش یک لقب مرسوم میشه مولانا، بهش میگن محمد جلال الدین بلخی یا حالا هرچی. بیا تو به جای پدر بشین، تو هم با کمالی هم مثلا علمشو داری هم مثلا وعظ بلدی هم منبر میری، بیا تو جای پدر بشین. و مجتهد هم بوده و فتوا هم میداده تو 24-5 سالگی که مثلا الان مثلا اینکه میخوان مجتهد بشن مثلا 34-5 سالگی میتونن بشن. اونایی که تو 10-20 زندگیشون میشن مثلا یه نبوغی دارن که مثلا تو 20 چند سالگی میتونن به اجتهاد برسن، کار ساده نیست. اخیراً بالای 70. آره. بعد مولانا توی سالا مثلا تحت تعلیم و تربیت قبلش که تحت تربیت پدرش بوده، بعدش یه استادی داشته تو سلوک به اسم برهان الدین نمیدونم چیه ترمذی، و مثل اینکه بغداد هم میره میاد و مثلا ابن عربی هم در واقع ارادتی داشته و الهام میگیره و تو مثلا نظامی هم درس خونده بوده. بعد دیگه منبر میره و این قصه ادامه پیدا میکنه تا مثلا 37-8 سالگیش و مثلا منبر میرفته و به قول خودش سجاده نشین با وقاری بوده و همه قبولش داشتن و تا شمس رو میبینه. و یه تیکه از ورود شمس از توی مقدمه براتون میخونم که مثلا شمس میاد چطور میشه و چطور میاد و این هم قصه دورورش زیاده که اصلا همدیگر رو که دیدار میکنن چطور میبینن، قصه زیاد گفته شده. من یکیشو میگم. این قصه ای که ازش گفتی و گفتی از کجا؟
اینا مقدمه زورانفره. یه رساله‌ای داره، رساله‌ای در تحقیق احوال و زندگانی مولانا جلال الدین محمد مشهور به مولوی. این به قلم فروزانفره. خب ولی یکی دو تا کتاب دیگه هم آخرش میگم که اونا هم مثلا یه دونه زرین کوب نوشته، پله پله تا ملاقات خدا، اونم کتاب خوبه. این قصه یک کوچولو از اومدن شمس به قونیه است. پیش از آنکه شمس الدین در افق قونیه و مجلس مولانا نورافشانی کند، در شهرها میگشت و به خدمت بزرگان میرسید و گاهی مکتب داری میکرد و نیز به جزویات کارها مشغول میشد و چون اجرت دادندی موقوف داشته تعلل کردی و گفتی تا جمع شود که مرا قرض است تا ادا کنم. اوناگاه بیرون شو کرده غیبت نمودی. میرفته مکتب داری میکرده، یه حجره میگرفته درس میداده، بعد که میخواستن پولشو بدن میگفته مثلا نگه دارید ندید، مثلا قرض دارم بذارین جمع شه یه دفعه با هم، بعد قیمش میزده. این رسمش بوده شمس. آره. و 14 ماه تمام در شهر حلب در حجره مدرسه بر ریاضت مشغول بود و پیوسته نمد سیاه پوشیدی و پیران طریقت او را کامل تبریزی خواندندی. شمس الدین بامداد روز شنبه 26 جمادی الاخر سنه 642 به قونیه وصول یافت. همون مثلا مولانا 37 سالش شده و به عادت خود که در هر شهری که رفتی به خان فرود آمدی، در خان شکر فروشان نزول کرده حجره بگرفت و بر در حجرش 2-3 دیناری با قفل بر در می نهاد تا خلق را گمان آید که تاجری بزرگ است. خود در حجره غیر از حصیری کهنه و شکست کوزه و بالشی از خشت خام نبودی. مدت اقامت شمس در قونیه تا وقتی که مولانا را منقلب ساخت به تحقیق نپیوسته و چگونگی دیدار وی را با مولانا هم به اختلاف نوشتند. بعد یه کوتاه راجع به شمس. بعد قصه زیاده، مثلا یه قصه اینه که میگن به شکل یه حلوا فروش اومده، بعد مثلا یه طبق حلوا داشته، یه حلوایی به مولانا میده، این مثلا عقل از سرش میپنه. بعد حلوا فروش میره میگه حلوا فروش کجاه؟ میگن نیست رفت. این دیگه مثلا واله و شیدا میشه به دنبالش. یه قصه دیگه اینه که مولانا داره درس میده، شمس میاد میگه این کتابا چیه گذاشتی مثلا سر میز، چه کار داری میکنی؟ بعد مولانا نگاهی بهش میکنه مثلا میگه تو سرت از این چیزا در نمیره، برو مثلا رد کن. بعد شمس یه دونه از اون کتابا رو برمیداره میندازه تو آب، یا یه تعدادی از این کتابا رو، بعد این کتابا خیس نمیشن، بعد اینطوری در میاره میذاره جلوش. بعد مولانا بهش میگه این چه کاری بود کردی؟ اونم میگه تو هم سرت از این چیزا در نمیشه. بعد میره. بعد یه قصه دیگه اینه که مولانا نیرو آدم داشته باشه. یه قصه دیگه اینه که مولانا مثلا داره وعظ میگه سر منبر، بعد شمس بعد که تمام میشه میان پایین، شمس میاد ازش میپرسه میگه که مولانا بایزید بالاتر بود یا محمد؟ بعد مولانا میگه استغفرالله چه حرفی، خب معلومه که محمد بالاتر بود. بعد شمس میپرسه که پچه را محمد گفت خدایا اونطوری که شایسته توه من تو رو مثلا هنوز نشناختم، ولی بایزید میگه که من چه مثلا مقام و منزلتی دارم، ما مثلا چه شأنی دارم، قدری که مثلا لایق تسبیحم، سبحان ما اعظم شأنی عربیشو میگه. بعد مثلا یه گفتگویی بینشون شکل میگیره که او چرا این حرفو زد و این چرا این حرفو زد. بعد دیگه مثلا باب آشناییشون باز میشه با شمس. سبحان ما اعظم شأنی یا سبحانی ما اعظم شأنی، چه مثلا شأن عظیمی دارم من، اینو بایزید میگه. بعد گفته میشه که مثلا شمس تو دیدار اول یک سالی مثل این که حدوداً کمی بیش و کم قونیه بوده. بعد این شکلی هم میشه که دیگه مولانا همه چیزو ول میکنه، میگه سجاده نشین با وقاری بودم، بازیچه کودکان کویم کردی، و ول میکنه همه چی و درس و بحث و منبر و همه رو میذاره کنار. مثلا ساعتهای زیادی با شمس توی حجره میموندن شبانه روز.
یا مثلا یکی دیگه قصه‌اش اینه که شمس مثلا یه بار میشینه در حجره مولانا، هر کی میخواد بیاد ببینش میگه مثلا باید یه مشتلق بدی، مثلا چی آوردی برای مولانا، مگه مولانا رو نمیخوای ببینی، مثلا من اینجا نمایندش منم، چی آوردی مثلا کو، مثلا اونها یه چیزی میدادن یا نمیدادن، میرفتن بعد مثلا این میذاشته که مولانا رو ببینن. بعد شاگرداش کم کم مثلا ناراحت میشن از این دست که چه وضعیه، مثلا مولانا رو برداشتی بردی، هیچ کس هم نمیبینه، ما هم نمیبینیمش، خولم که شده و هیچی به هیچی دیگه، چه وضعیه. 2 تا پسر هم داشته و یه دختر اگه اشتباه نکنم، فکر کنم 2 تا هم زن میگیره مولانا، دخترش مثلا مثلا اولش میمیره. آره دخترش اسمش کیمیا خاتون بوده، پسرش هم یکی سلطان ولده که اونم یه چیز داره، شعر داره، مثنوی داره، یه گاهی وقتی بهش ارجاع میدن. کیمیا دختر خودش بوده یا به دختری میگیردش؟ به دختری میگیره اون دیگه. یادم نیست قصه‌شو، یا از زن دومش یا به دختری میگیره. کیمیا فقط خاتون کیمیاگر قصه کیمیاگر پائولو کویلو رو یادمه ازش. بعد یکی از پسرش بد بوده با شمس خیلی، یکی از پسرش نه، مثلا در خدمت و همراه بوده. بعد مثلا از این آزار و اذیت و این مثلا نارضایتی که هست، شمس میره بعد مثلا 1 سال خورده درک میکنه، میره همه اطراف هم میره، نزدیکه یکی فکر کنم مثلا حلبی شامی جایی میره، مولانا خبر داشته ای کجای، بعد هی نامه میفرسته براش، هی نامه میفرسته مثلا بیا برگرد فلان، و یه شعریش الان یادم یا یه بیت میگه دم سخت گرم دارد وگر او به حیله گوید که دم دگر بیایم، همه وعده مکر باشد بفریبد او شما را. میگه مثلا گولشو نخورید، هی یار میفرسته که برن دنبالش، بعد میگه که مثلا اگه رفتین و گفت مثلا الان میام باور نکنی، مثلا یه در دیگه داره، از اون در مثلا فلنگ رو میبنده میره، مثلا گولشو مثلا نخورید. حرف بزنی شعر میخونده. بعد مثلا با کلی اصرار و اینا برمیگرده شمس بعد 1 سال خورده‌ای، یه مدت کوتاهی هستش، دوباره غیبش میزنه. بار دوم که غیبش میزنه دیگه مثلا نمیدونن چی میشه، یه سریا میگن مثلا کشته کشتنش، شده. یه سریا میگن مثلا رفته بینامونشان رفته و تموم. مثلا این مولانا 38-9 ساله، 2-3 سالی میگذره، مثلا 41-2-3 ساله هست الان دیگه که همه اتفاق افتاده، شمس اومده رفته، بعد دیگه شاعر میشه مولانا. گلات خودش هم شاعر نمیدونه، یعنی میگه دون شأن من شعر گفتم، مفتعلون کشت مرا، این معروفه. میگه مثلا پدرم در اومده، مثلا من در غیر منده ای چیزا نیستم ولی دیگه مثلا مجبورم شعر بگم. بعد دیوان شمس و بعد اتفاقا میگه که نزدیک 40,000 بیته. بعد این مثنوی که در خدمتش هستیم 68 سال عمر میکنه مولانا، مثنوی و مثلا هر دفتری رو فکر کنم تو 2-3 سال میگه، نزدیک مثلا شاید 14-15 سال آخر عمرش مثنوی رو میگه، مثلا 54 اینا شروع میکنه، 53 و 4 تا مثلا 68. یه وقتایی هم میفته که یکی از شاگرداش همسرش میمیره، مثلا 1-2 ساله نمیگه شعر، بعد شروع میکنه به گفتن و این میشه مثنوی که الان هست. آره پس من خیلی اشتباه فکر میکنم، من فکر میکنم مثنوی رو قبل از اینکه شمس رو ببینه گفته و بعد از اینکه شمس رو دیده دیوان شمس. در واقع مثلا دیوان شمس اینطوریه که بیان احوالات شوریدگیشه، مثلا تو دیوان شمس رو باز کنی بخونی مثلا میبینی آدمیه که در او عشق فنا شده و مثلا واله و شیده و همینطور داره مثلا ازش فوران میکنه، ولی ممکنه چیزی دستتو نگیره، چیزی شاید سردنه. بعد شاگردش حسام الدین چلبی میاد میگه که مثلا این دیوان شمس رو گفتی دست درد نکنه، زحمت کشید، ولی بیا یه چیزی بگو که اگه یکی خواست مثلا راه بره سلوک کنه مثلا بتونه. بعد مولانا میگه خدا که پنهون نیست از شما چه پنهون، مثلا من 18 بیت سرودم، خودم یه همچه قصدی داشتم، بعد پر شالش 18 بیت اول مثنوی رو در میاره، بعد 18 بیت رو خود مولانا گفته نوشته، بعد او دیگه هرچی بوده اینطوری بوده که میرفته مجلس کاتبا می نوشتن، این مثلا انشا میکرده.
بقیه‌اش این شکلی درست شده. و یعنی کل مثنوی رو کاتبان نوشتن؟ آره اینجوری ریل تایم. آره حاضر و نقد آماده اون میگفت و همشون اینطوری نوشتن. حتی مثلا این کتاب حتی چیزای مدرن هم همینا پماچود. آره همه چی پماچودرون هم میگم ما هم کاتب نداریم مگر میخوای یه کاری کنی؟ افلاطون هم کاتب چیز سقراط بود دیگه. سقراط که نمی‌نوشت. اون براش می‌نوشت. او براش می‌نوشت. من میگم سهراب که حرف میزنه با خدا بعدنا دیگه ما از این حسام الدین چلبی کمتریم بچه‌ها. آره والا واقعا به خدا بنویسیم. آره خوب شد گفتید. خب بگو ببینیم 18 بیت هم. بعد قبل اینکه 18 بیتو بگم تقریبا 22 دقیقه داریم هنوز. یه چیزی به نظرم رسید که راجع به مثنوی بگم، شاید کمک کننده باشه. برای شایسته یه تیکه از اینو خوندم. این کتاب مستطاب معنوی دفتر اول بود از مثنوی. یه مقدمه‌ای داره به عربی که مولانا نوشته و یه ذره ازش رو میخونم که راجع به این مثنوی خودش چی فکر میکرده. بعد بقیه حرفا رو میزنه. میگه هازا کتاب مثنوی و هو اصول دین فی کشف اسرار وصول و یقین و هو فقه الله الاکبر و شرع الله ازهر و برهان الله ازهر. بعد ای آیه قرآن مثله نورون که مشکاتون فیها مصباح یشرق و اشراقا انور من الاصباح و هو جنان الجنان بهشته ذل عیون و الاقصان منها عینون تسمیان عند ابناء هذا السبیل سلسبیلا. و همینطور میگه تا آخرش مثلا شکر و سلام و صلوات به خاندان پیغمبر و مثلا مفتاح خزاین عرش، امین کنوز فرش، ابوالفضائل. اینجا راجع به حسام الدین گفته که مثلا چیا در وصفش چقدر مقامش بالاه. راجع به این قصه که مثلا میگن مثنوی قرآن منظومه، حدیث خیلی داره، اصلا یه کتابی جدا هست فقط شرح احادیث مثنویه. آیه هم خیلی زیاد داره و درست میگن که قرآن منظومه، بیرانه میگن. و خودش در وصف مثنوی یه وقتی مثلا یه کسی بهش ایراد میگیره که بابا این چیه جمع کردی و بردی، همش قصه ای قبلا گفتم. بعد مولانا یه وقتایی بد دهنم بوده خیلی، مثلا فوش تا دلت بخوام مثل نقل نبود. میگه که خیلی قصه جالبی هم داره تو مثنوی، چند تاش خیلی قصه خوندنیه. راجع به این میگه که میگه خربتی ناگاه از خرخانه‌ای سر برون آورد چون طعانه‌ای که این سخن پست است، یعنی مثنوی قصه پیغمبر است و پیروی. یکی میگه بابا این چیه میگی؟ یه قصه پیغمبر و مثلا قبلا هم گفتن، چیز جدیدی مثلا نگفتی. بعد این جوابیه که مولانا در ادامه میده. پیش از آن که این قصه تا مخلص رسد، دود و گندی آمد از اهل حسد. من نمی رنجم از این، لیکین لگد خاطر ساده دلی را پی کند. خوش بیان کردن حکیم غزنوی بحر محجوبان مثال معنوی، که ز قرآن گر نبیند غیر قال، این عجب نبود ز اصحاب زلال. که از شعاع آفتاب پرز نور، غیر گرمی می نیاید چشم کور. خربتی ناگاه از خرخانه‌ای سر برون آورد چون طعانه‌ای که این سخن پست است، یعنی مثنوی قصه پیغامبر است و پیروی. نیست ذکر بحث و اسرار بلند که دوانند اولیا آن سوسمند. از مقامات تبتل تا فنا، پایه تا ملاقات خدا. شرح و حد هر مقام و منزلی، که به پر زو بر پرد صاحب دلی. چون کتاب الله بیامد هم بران، این چون این طعنه زدند آن کافران. که اساطیر است و افسانه نژند، نیست تعمیقی و تحقیقی بلند.
کودکان خرد فهمش می کنند، نیست جز امر پسند و ناپسند. ذکر یوسف، ذکر زلف پرخمش، ذکر یعقوب و زلیخا و غمش. ظاهر است و هر کسی پی می برد، کو بیان که گم شود در وی خرد. گفت اگر آسان نماید این به تو، این چنین آسان یکی سوره بگو. جنتان و انستان و اهل کار، گو یکی آیت از این آسان بیار. همون چیزی که مثلا راجع به قرآن میگن و راجع به مثنوی میگی آسونه، بیار یکی مثلش. بسم الله. و اینو گفتم که اینو بگم. ای که اول شروع میکنه میگه اصول دینه، یه مثلا شیوهی داره مولانا تو حرف زدن که میگه مثلا جان جان جان. من جای دیگه اینو ندیدم کسی بگه، مولانا میگه. بعد مثلا منظور ظاهریش اینه که آقا مثلا ما یه جانی داریم که پنهانه به خودی خودش، بعد یه جانی داریم که او جانش رو از او میگیره، او جانه میشه جان که مثلا احتمالاً او کسی که هستی داره میده به همه ای جان ها. بعد یکی دیگه داریم میشه جان و همینطوری میگه 7 بطن داره این مثنوی. این چیزی که ما میبینیم و میفهمیم ظاهرشه، یه بطنی او داره، او بطنه یه بطن دیگه ای داره. و این مثلا یه شیوه سخن گفتنه که مثلا میگه اصول دین منظور داره از این حرف. مثلا یه حدیثیه که میگه پیغمبر گفته که آقا باد بهار که میاد خودتون رو نپوشونید، بذارین باد بخوره سر و کلتون، دلتون باشه، ولی باد پاییز زمستون رو بپوشونید. آره کلاه نذاری مثلا میگه آقا این ظاهرشه. بطن این میشه که مثلا پیغمبر منظورش اینه که از اون باد بهاری منظورش نفس مثلا آدمای حقه. میگه از نفس و آدما خودتو نپوشون، خودتو در معرض مصاحبت با آدما قرار بده. بعد مثلا این بازی بطن دیگه داره، بعد همینطوری میره تا 7 بطن. یعنی اون چیزی که راجع به قرآن میگن راجع به خود مثنوی هم خودش میگه که اینم همین شکله، میگه 7 بطن داره. این شکلی نیست که مثلا تو خوندی ظاهرشو فکر کردی فهمیدی و تمام شد. مثلا یه آیه قرآن هست میگه لا یمسه الا المطهرون، که این قرآن رو کسی مس نمیکنه مگر اینکه طیب و طاهر باشه. بعد این ظاهرش این شده که مثلا میگن آقا میخوای دست به قرآن بزنی وضو بگیر. اینو از این آیه گرفتن. باطنش اینه که تو باطنت پاک نباشه این قرآن رو نمیتونی مس کنی و بفهمی، او درک برات اتفاق نمیفته. و یه شعری راجب کوتاه راجب همین بطنای قرآنه و مثنویه. حرف قرآن را بدان که ظاهری است، زیر ظاهر باطنی بس قاهری است. زیر آن باطن یکی بطن سوم، که در او گردد خردها جمله گم. بطن چهارم از نبی خود کس ندید، جز خدای بی نظیر بی ندید. تو ز قرآن ای پسر ظاهر مبین، دیو آدم را نبیند جز که تین. ظاهر قرآن چو شخص آدمی است، که نقوشش ظاهر و جانش خفی است. مرد را 100 سال عم و خال او، یک سر مویی نبیند حال او. و اینم برای خودم محل حرف بود که مثلا میگه اصول دین، منظورش چیه؟ همینطوری داره میگه یا؟ و این برای من شکلی بود که مثلا ادبیات مولانا شکلیه و خود مثنوی هم قصهش هم اینطوریه، هی تو در تو. گاهی تو در تو میشه که مثلا اصلا جدا میفته، یادش میره قصه اول چی بوده، بعد میگه برگردیم به قصه اول. قبل اینکه شروع بکنم 18 بیتو بخونیم، میشه ما بیتو بخونیم؟ میشه یکی از ما، حتی میشه یکی از شما بخونی. آره یه تنوع. آره تدایی معانی رو آره. آخه شیوه آموزشی ما تدایی معانیه. یه چیزی میگی یه چیزی میگی یادش. آره همینطور شاخه میزنه، درختیه دیگه، درختیه همینطوری میره، معلوم هم نیست آخرش برگرده تنه یا نه. همینطوری نخواه میره اونقدر گیج میشی که دیگه خیلی هم مهم نیست. جلسه رو تموم بگه خب برای امروز کافیه. جدا هم داره
چیزی نداری، جایی نداری بری، چیزی نداری یاد بدی، هم که شاخه بزنی میره دیگه. پاورپوینت هم نبوده که بریم کمکش برگردیم. چی داشتم میگفتم؟ این 7 مرتبه همون 7 مرتبه وصاله دیگه، یعنی بستگی به اینکه تو چه مرتبه‌ای هستی میتونی زبان اونجا رو مرتبه رو بفهمی. تو 7 رو رد کرده این من رفتم رو 8می. که الان نهاد خلقه و روز 8م خداوند مثلا ای که مثلا ای تا خودش میگه مثلا تا بطن 4 خودش مثلا تا خود پیغمبر آقا بطن 4 مثلا بطن 5 مثلا کسی نگفته چیه چطوریه 6 نمیدونیم 7 نمیدونیم ولی که به چه چیزایی میشه ربطش داد و نمیدونم. خودش میگه پیغمبر تا 4 همین الان گفت مثلا بطن 4 نبی آقا میگه بطن 4 اینه. بعد اون میگه که نمیگه پیغمبر نه ها، یعنی میگه مثلا بطن 4 خود مقام خود پیغمبره، بعدش شما خبر نداریم. چون مثلا پیغمبر یه حدیثی میگه که میگه آقا من یه اوقاتی دارم با خداوند خودم که نه پیغمبر مرسل در اون میگنجه، نه فرشته مقرب میگنجه، نه هیچ کسی. مثلا میگن وقتی اینو میگه ما دیگه نمیفهمیم چه خبره، مثلا اونطوری نیست که خبر داده باشه ما بدونیم، خبری نیست، ما نمیدونیم. من یه جمله رو میخونم از باستانی پاریزیه. این جمله یه کتابی داره به اسم نای 7 بند، راجبش اولش که 2 جمله از مولانا میگه. یه بیت از مولویه: ای چنگ پرده های صفاهانم آرزوست، همون اصفهان، وی نای ناله خوش سوزانم آرزوست. یه قصه از نیه که اصلا آقا نی چطور درست شده. خب این قصه رو باستانی پاریزی اول این کتابش نقل میکنه. بعد این قصه بعد یه نفر بسم الله بگه و شروع کنیم بشنو از نی. میگه که کوتاه مثلا یه صفحه کمتره. یک نویسنده ایرانی می نویسه مولویان قونیه بر مزار مولانا افسانه‌ای میگویند و عقیده دارند که راه وصول به حق سما است. به طوری که مولانا حکایت کرده روزی پیغمبر به علی اسراری چند بیان فرمود. علی که نمیتوانست آن اسرار را به دیگری بگوید و سنگینی بار آن اسرار ناراحتش کرده بود، به صحرا رفت، سر در چاهی خم کرده و آن اسرار را به چاه گفت. چنان که فرماید هر زمان خواهم که آهی بر کنم، چون علی سر را فراچاهی کنم. اینقدر هم گر نگویم ای سند، شیشه دل از ضعیفی بشکن. از درون آن چاه به زودی یک نی سبز شد. چوپانی آن را برید و نای 7 بند ساخته و می نواخت، به طوری که هر کس می شنید به دور او جمع می شد. حتی شترها از چرا می ماندند. وقتی که چوبان شروع به نواختن می کرد همه شنوندگان به گریه می افتادند. پیغمبر اکرم فرمود این تفسیر اسراری است که من به علی گفته بودم. و نیز میگویند مولانا جلال الدین همیشه یک نی 7 بند و یک دف کوچک همراه داشته و در وقت دور زدن و قصیدن شعر و در وقت دور زدن و رقصیدن شعر میگفته و مطرب‌ها مینوشتند و میزدند. و سلام. 18 بیت اول مال خود مولانا تا حکایت عاشق شدن پادشاه هم میتونیم بخونیم اگه عوض بکنیم هم باحاله که به قول مهداب تک صدایی نباشه. اولش که راحت تر هست بخونیم بریم کمک نمی‌کنه که باید یه بار بخونیمش اول، بعد مثلا راجبش هر جا حرف باشه من یه چیزی میگم، چون مثلا حوصله جمع آره حوصله جمع الان 50 دقیقه هم رفته. بخونیمش همینطوری یه دور بعد حرفامون رو بشن از نی چون حکایت می کند، از جدایی ها شکایت می کند، که از نیستان تا مرا ببریدند، از نفیرم هر دو زن مالیدند. سینه خواهم شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. هر کسی او دور ماند از اصل خویش، باز جوید روزگار وصل خویش. من به هر جمعیتی نالان شدم،
جفت بدحالان و خوشحالان شدم. هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. سر من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست. تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کس را دید جان دستور نیست. آتش است این بانگ نای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. آتش عشق است که اندر نی فتاد، جوشش عشق است که اندر می فتاد. نی حریف هر که از یاری برید، پرده های ما درید. همچو نی زهری و تریاقی که دید، همچو نی دمساز و مشتاقی که دید. نی حدیث راه پرخون می کند، قصه های عشق مجنون می کند. محرم این هوش جز بیهوش نیست، مر زبان را مشتری جز گوش نیست. ما اینجا چند تا بیت اضافه داریم. آره سانسور اتفاق افتاد. 4 تا بیت اینجا داریم. نی حدیث راه پرخونه مال شما، قصه های عشق مجنون. ای بود آخری که خون؟ گوش آخرش اون چه کدوم نسخشه؟ نیکلسنه نمی‌کسم. ولی قدیمیه، ای 42 1342. من از توی گنجور دارم میخونم 4 تا بیت دیگه. 2 دهان داریمه، درسته؟ تو گنجور 2 دهان داریم گویا همچون 1 دهان پنهانست در لب‌های وی. 18ش پس سخن کوتاه باید و سلامه. آره او درسته. او درسته اگه اوتاری. خب بخون محمد. از کجامون؟ در غمه؟ در غم بود. در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد. روزها گر رفت گور و باک نیست، تو بمان ای آنکه چون تو پاک نیست. هر که جز ماهی ز آبش سیر شد، هر که بی روزیست روزش دیر شد. در نیابد حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید پس سلام. بند بگسل باش آزاد ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. گر بریزی بحر را در کوزه‌ای، چند گنجد قسمت یک روزه‌ای. کوزه چشم حریصان پر نشد، تا صدف قانع نشد پر در نشد. هر که را جامه ز عشقی چاک شد، او ز حرص و جمله عیبی پاک شد. شاد باش ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما. ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. عشق جان تور آمد عاشقا، جان تور آمد عاشقا، تور مست و خر موسی صاعقا. بخونم؟ آره اگه میلش دارید دامید. من یکم میل دارم که یکم کلید واژه و یکم مکسی داشته باشیم همینجا بفهمیم دیگه. یعنی هم چون خیلی سخت نیست حداقل اینجا، ولی واژه هایی داره که میشه یکم کدش کرد. حالا مال بدنه یا الان بریم توش طولانی میشه، ولی اگه مثلا 1-2 واژه مد نظرته بگو که بگیمش. مثلا همین
تور. آره این که کوه توره منظورش، اونم آیه قرآن خر موسی صعقه، آیه قرآنه که موسی بیهوش میشه، داره اونو میگه که کوه میتره که منفجر میشه و موسی بیهوش میفته. دیگه اینا که قصه داره که هیچ دیگه باید تو این قشنگ قصه رو داره. با لب دمساز خود گر جفتمی، همچون ای من گفتنی ها گفتم. هر که او از همزبانی شد جدا، بی زبان شد گرچه دارد صد نوا. چون که گل رفت و گلستان درگذشت، نشنوی زان پس ز بلبل سرگذشت. اینو گلاب ربی هم تبلیغ اشاره میکنه. آها اینو گلاب. چون که گل رفت و گلستان شد خراب، بوی گل را از که جوییم از گلاب. جمله معشوق است و عاشق پرده‌ای، زنده معشوق است و عاشق مرده‌ای. چون نباشد عشق را پروای او، او چون مرغی ماند بی پروای او. پر و بال ما کمند عشق اوست، موکشانش میکشد تا کوی دوست. من چگونه هوش دارم پیش و پس، چون نباشد نور یارم پیش و پس. نور او در یمن و یسر و تحت و فوق، بر سر و بر گردنم چون تاج و طوق. عشق خواهد که این سخن بیرون بود، آینه غماز نبود چون بود. آینت دانی چرا غماز نیست، زان که زنگار از رخش ممتاز نیست. آینه که از زنگ آلایش جداست، بر شعاع نور خورشید خداست. رو تو زنگار از رخ او پاک کن، بعد از آن نور را ادراک کن. این حقیقت را شنو از گوش دل، تا برون آیی به کلی ز آب و گل. فهم اگر داری جان را ره دهی، بعد از آن از شوق پا در ره نهی. حکایت عاشق شدن. آی بارکالله، خیلی ممنون. خیلی متشکرم. تا اینجا باشه تا دوباره هفته باید یا هفته بعد. آره بعد وقتی یه چیزی انتخاب میکنی، قسمتی انتخاب میکنی، همینطوری میشه. بعد مثلا این حکایت قشنگی به نظرم، حکایت عاشق شدن الان میتونیم پیش این بریم. همونیه که دختر مریض میشه، آره بعد میاد آره نفسشو نفسشو میگیره، میگیره، اسم با شهر اسم شهر رو میگه. و این حکایت قشنگه، اینو بخونیم. بعد مثلا خواستیم پیش بریم، اگه جلوتر یا عقب‌تر خواستیم بریم، چون عنوان داره، مثلا من عقب‌تر میگم که آقا مثلا این بخشو بخونی، بعد مثلا اونو پیش ببریم. باشه. این نسخه کیه شما میخونین؟ این همین مال نیکلسنه، ولی اینم هم نیکلسنه. ولی بعد این مقدمش فروزانفر نوشته. این خیلی نداشت توش. این آره. 7-8 تا بیت. این مال سال 42. بخواه اون بیتایی که داره مال اونه، خیلی عجیبه. ولی خب این یه سری غلطا داره، مثلا اون نداره. مال 94. اینو من یه جایی خودم تصحیحش. آخه اصلا ماجرا اینه که اون ابیاتی که شما الان خوندین ابیاتی که الان تا آخر چک گفته می‌کردی؟ شده. آره. وقتی می‌خونی. 7-8 تا بیت شما خوندید که الان همین آخر کار اصلا اینجا نداشت. آره یه قصه دیگه هم هست همین. مثلا تو نسخه‌ای که برمی داشتن این بیت‌ها ممکن بوده کم و زیاد چه یه کسی مثلا خودشون اضافه بکنن، ممکن بوده مثلا خیلی قصه رو دارن توش تصحیح شعر که میگن آقا مثلا این مال بیت مال فلانی نیست. نسخه میکلسون خود میکلسون نمیست خالصش. آره روی حساب مثلا اونایی که همه توافق دارن که آقا این مال مولانا تو کتاب هست. مرسی از همگی. آره ممنون از همگی و اینو آره انشالله اونم اینجا تا هفته های بعد. شماها اگه دوست داشتین به نظر میاد که حذفیاتی داره ولی جک نیکلسونه. جک نیکلسن پسر عمه مادریش میشه که علاقه به سینما داشته قبلا.